واکنش پاکستان در برابر روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و خشم باشندگان ولایت هرات در برابر افزایش قتل‌های مسلحانه در این ولایت. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز جمعه 27 دلو سال 1391 خورشیدی برابر است با 15 فوریه سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه صورت گیرد تا در تأمین امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. با گفته مقام‌ها در این وزارت، پاکستان خواستار ایجاد صلح در افغانستان است و به همین منظور در آینده‌های نزدیک باز هم شمار دیگر از فرماندهان طالب را از بند رها می‌سازد. از سوی دیگر یک جنرال امریکایی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان باید تا مرز 352,000 پس از خروج نظامیان خارجی حفظ شود. مختار پدرام گزارش می‌دهد. همزمان با نزدیک شدن سال 2014 میلادی، زمان خروج نیروهای نظامیان خارجی از افغانستان، وزارت خارجه پاکستان میگوید که برای تامین ثبات در منطقه خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه صورت بگیرد. پاکستان خواهان این است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید به گونه مسئولانه صورت گیرد تا به تامین ثبات در منطقه کمک کند. پاکستان گفته است از صلح در افغانستان حمایت می‌کند و به همین منظور چند فرمانده دیگر طالبان را نیز آزاد خواهد کرد. تا هنوز این کشور 28 زندانی طالب را به درخواست حکومت و شورای عالی صلح افغانستان آزاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان همچنان ایجاد دفتر برای طالبان در قطر را یک گام به پیش در راستای گفتگوهای صلح در افغانستان خوانده است. اما این تغییر موضع پاکستان اینجا در افغانستان به معنای سیاست‌های دوگانه این کشور تعبیر می‌شود. پاکستان خصوصا از این وقت بسیار از یک بحران داخلی که متوجه خودشان هستند، قدرت گرفتن و قدرت گرفتن نیروهای طالبان در داخل خود کشور، از جانب دیگه فشار بین المللی که سر از ایناست، اینا وزیر بحران میخواهند خود در پروسه صلح شریک بسازند. به اون خاطر هم هستن که اینا یک نوع انعکاس از خود به سوی یک عکس‌العمل مثبت نشان میده. اینا خود به صورت در طرفدار ادامه پروسه صلح نشان میده. در حقیقت امر این است، اینا میگن که اگر امریکایی ها و جهان غربی ببرای باید صلاحیت‌های بیشتر به اینا داده شود تا اینا در پروسه صلح افغانستان نقش بالاتر و دست بالاتر داشته باشند. از سوی دیگر جنرال لوید استین که نامزد فرماندهی مرکزی آمریکاست، به کمیته دفاعی سنای این کشور گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان باید تا 352,000 نفر پس از خروج نیروهای ناتو حفظ شود. نگه داشتن شمار زیاد نیروهای افغانستان مردم افغانستان را دوباره مطمئن می سازد و همچنان متحدان ناتو را در پیوند به تعهداتشان مطمئن نگه می دارد. نامزد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنان میگوید که یک نیروی محکم امنیتی افغانستان میتواند در برابر طالبان مسئول باشند، زیرا به گفته او طالبان منتظر غفلت ناتو هستند. این جنرال در حال این حرفا را گفته است که چند روز پیش اوباما اعلام کرد نیروهای این کشور در حال بازگشت به آمریکا هستند. بر بنیاد طرح کنونی آمریکا و دیگر اعضای ناتو در حال حاضر کمک‌های جامعه جهانی برای 352,000 سرباز صورت می‌گیرد و این شمار پس از سال 2015 به 230,000 سرباز کاهش خواهد یافت. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که ادامه حمایت مالی این کشور از افغانستان پس از سال 2014 میلادی ضروری است. با گفته این اداره، کمک‌های آمریکا در افغانستان دستاوردهایی را به دنبال داشته است و این کمک‌ها ارزش آن را دارد تا ادامه یابد. اما مقام‌ها در این اداره تاکید دارند که به علت فشارهای مالی در آمریکا و وجود فساد در دستگاه دولت افغانستان، احتمال می‌رود کانگرس را مجبور سازد تا کمک سالانه 2.5 میلیارد دلاری به افغانستان را نپذیرد. سهراب عظیمی گزارش می‌دهد. بازرس ویژه کانگرس آمریکا به تازگی گفته است که به علت موجودیت فساد در دولت افغانستان 20 میلیارد دلار کمک این کشور به برنامه‌های توسعه افغانستان درست مصرف نشده است. او در سخنرانی در کانگرس آمریکا خواهان بازنگری طرح کمک‌های توسعه این کشور در افغانستان شده است. اما حالا اداره USAID در افغانستان میگوید که باید این کمک‌ها ادامه یابد. ایجاد دستاوردهای مهم در یک دهه گذشته ما را قادر می‌سازد تا کانگرس و مردم آمریکا را قناعت بدهیم که این سرمایه‌گذاری‌ها ارزش ادامه دادن را دارد. بحران اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو یکی دیگر از چالش‌هایی است که احتمالاً سبب کاهش کمک‌های این کشورها به افغانستان خواهد شد. حالا برخی از مقام‌های آمریکایی می‌گویند که چالش‌های اقتصادی در آمریکا کانگرس این کشور را وادار خواهد کرد تا در طرح کمک 2.5 میلیارد دلاری خود تجدید نظر کند.
به خاطری که ما اکنون فشارهای زیاد اقتصادی داخلی داریم، امکان زیادی وجود دارد که کنگرس بگوید که ما 2.5 میلیارد دلار را فراهم نخواهیم کرد. بازرس ویژه امریکا میگوید که کشورش از سال 2002 تا کنون 90 میلیارد دلار در برنامه‌های توسعه‌ای و بازسازی افغانستان به مصرف رسانیده است که از این میان 15 میلیارد دلار آن به وسیله برنامه‌های توسعه‌ای وزارت خارجه امریکا به مصرف رسیده است. اداره اوباما در صدد است تا سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار دیگر را در چند سال آینده به افغانستان اختصاص دهد. اما با این اوضاع گمان می‌رود که کنگرس این کمک‌ها را تصویب نکند. به دنبال افزایش رویدادهای جنایی و قتل‌های مسلحانه در ولایت هرات، باشندگان این ولایت بار دیگر مظاهره کردند. این باشندگان نیروهای امنیتی هرات را به ناتوانایی در تأمین امنیت متهم می‌سازند. مردم هرات از دولت مرکزی می‌خواهند تا در تأمین امنیت و از بین بردن گروه‌های اختطافگر تلاش جدی نماید. پس از قتل یک نوجوان شب گذشته در ولایت هرات، ده تن از باشنده های این شهر در منطقه پسته نمبر 1 تظاهرات کردند. آنها پلیس را به ناتوانی متهم کرده و میگویند که دولت نتوانسته است به گونه درست قتل ها را از هرات برچیند. به گفته آنها، هرچند پلیس از کشته شدن یک نوجوان 16 سال در شهر هرات آگاه است، اما تا اکنون هیچ واکنش از خود نشان نداده است. امی عکسی که سواری بیامد قماندان پسته وجود دیش سربازی هم بیامد داخل لکن گرگر من 2 فیر برو قلبی کرد، 2 فیر هوایی کرد، برو سکل به زمین خورد، بعد هم بفتاد. بعد اگه ما بچه بردینی برای سرباز میگم بزن، میگم ما کار ندارم، من نمیکنم. دولت اول باید امنیت مردم رو بگیره. اگه دولت امنیت گرفته نمیتونه، چلی دولت دلی میکنه آخه؟ همین سربازی که به جلو استاده میده که برو به جلو به شهادت رسیده، دور بگیره، از او جواب بده، سوال کنه از او که چرا نگرفتی؟ چرا اجازه دادن ندیشی؟ وقتی که نفر به جلو تو میذارم میکشم. از سوی دیگر پلیس هرات از تلاش‌ها برای از بین بردن قتل‌های مسلحانه سخن می‌زند و میگوید که بیشتر قتل‌های اخیر بر اثر خصومت‌های شخصی بوده و جنبه سیاسی ندارد. بر اساس ادعای خود فامیل که مشکوک بالای 2 نفر بود، 2 نفر دستگیر شد که بعدا در قسمت 1 نفرش البته و بالای از اون ادعای نداشتن که 1 نفر فعلا در بازداشت پلیس به سر میبره و جزئیات قضیه فعلا مورد بررسی قرار داده که ببینیم در آینده چه انکشافات دیگه رخ میده. آقای نگزاد تصریح میکند که بجز 2 رویداد، قتل یک زن در ولسوالی گذره و کشته شدن یک نوجوان شب گذشته، عاملان تمامی دیگر قتل‌های صورت گرفته به پنجه قانون سپرده شدند. این تظاهرات در حال صورت میگیرد که رحمت الله صافی فرمانده تازه پلیس هرات تعهد کرده است که تا 3 ماه دیگر امنیت سراسری را در این ولایت تأمین خواهد کرد. سید نورالله سادات، یکی از اعضای ارشد حزب جنبش اسلامی افغانستان، میگوید که جنرال دوستم عضویتش را از این حزب از دست داده است. او تاکید میکند که آقای دوستم اکنون صلاحیت برکناری هیچ عضو جنبش اسلامی افغانستان را ندارد. آقای سادات در واکنش به برکناریش از ریاست اجرایی این حزب از سوی جنرال دوستم این اظهارات را بیان داشته است. سید نورالله سادات، رئیس اجرایی حزب جنبش اسلامی افغانستان، در نشست خبری در شهر مزار شریف میگوید که جنرال دوستم تلاش دارد تا وی را از این مقام برکنار کند. اما آقای سادات میگوید که جنرال دوستم اکنون عضویتش را از این حزب از دست داده و صلاحیت برکناری وی را ندارد. اما که جنرال دوستم معتقد به هیچ نوع رهبری جمعی نیست و به حیث یک آدم نظامی همیشه مستقل عمل کرده، بنابراین میخواد به هر طلبی که بخواهد او به نفعش باشه، به نفع شخصیش باشه، تا از او بتانه منفعت‌های پولی را به دست بیاره، وارد معامله میشه. بنابراین این اقدامش البته تا بتانه این بستر این زمینه را بر مساعد بسازه که تا بتانه به انتخابات مستقیم عمل بکنه و موانع هایی که در پیش رویش است که از او جمله کسایی که امروز در کمیته سیاسی حضور ندارند و به اصطلاح خودش اخراج کرده است، اینا موانع است و اینا به هیچ وجه نمیخواد که رأی مردم، رأی اعضای حزب در معامله شخصی افراد و گروهی قرار بگیرد. اما سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان میگوید که سید نورالله سادات بر بنیاد فیصله اعضای این حزب از ریاست اجرایی این حزب برکنار شده است. موقف جنرال سید دوستم در اساسنامه حزب تعریف شده است. این اساسنامه در وزارت عدلیه افغانستان راجستر است. آقای سادات فراموش نکنند که ایشان هم مطابق به همین اساسنامه و با حمایت جنرال سید به ریاست شورای مرکزی رسیده بودند. این گفته ها در حال مطرح می شود که پیش از این جنرال دوستم در نشست در شهر مزار شریف تاکید کرده بود که حزب جنبش اسلامی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری نقش فعال خواهد داشت و در چهارچوب جبهه ملی از نامزد مشخص حمایت خواهد کرد.
معاون لوجستیکی ارتش ایالات متحده آمریکا تنش میان کابل و اسلام آباد را چالش جدی در بیرون ساختن تجهیزات نظامی این کشور از افغانستان می‌داند. با گفته این مقام نظامی آمریکا تلاش دارند تا 600,000 پارچه از تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی را تا پایان مأموریت این نیروها در افغانستان بیرون سازند. این مقام آمریکایی تاکید می‌ورزد که ممکن است پاکستان به علت داشتن روابط پرتنش با افغانستان راه ترانزیتیش را برای انتقال این تجهیزات ببندد. نظیفه محبوبی در این باره گزارش تهیه کرده است. قرار است 66,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کنند. باراک اوباما اخیراً دستور داده است تا 34,000 تن از نیروهای آمریکایی تا پایان سال آینده افغانستان را ترک کنند. این نیروها در 11 سال گذشته از تجهیزات فراوان در افغانستان استفاده کردند که حالا برگشتاندن این تجهیزات به آمریکا چالش جدی برای این کشور است. یکی از چالش‌های انتقال تجهیزات نیروهایمان باریک بودن روابط افغانستان و پاکستان است. ما از این نگران هستیم که ممکن در هنگام بیرون کردن تجهیزات از افغانستان پاکستان مرزهای خود را بر روی این انتقالات ببندد. در این صورت انتقال تجهیزات از راه آسیای میانه پرهزینه خواهد بود. افغانستان عراق نیست و این روند دشوار خواهد بود. نخست این که افغانستان مهاد به خشکی است و ما در پهلوی افغانستان کویت نداریم. در عراق می توانستیم که حتی در روز اخیر تجهیزات خود را به کویت بفرستیم. معاون لوجستیکی ارتش ایالات متحده آمریکا گفته است که روابط پرتنش اسلام آباد و کابل یکی از چالش‌ها در برابر برگشت تجهیزات ارتش آمریکا از افغانستان است. او گفته است ممکن است پاکستان راه ترانزیتی خود را به علت این روابط پرتنش برای انتقالات آمریکا ببندد. در همین حال سخنگوی آیساف میگوید که واشنگتن بخشی از تجهیزات نظامیش را برای نیروهای امنیتی افغانستان خواهد سپرد. نیروهای امنیتی افغانستان همچنان 90% تجهیزاتی که برای مخابرات و ارتباطات به کار میبرند را دریافت میکنند. در روزهای اخیر امریکا وسایط زرهی را برای نیروهای امنیتی افغانستان آماده کرده است تا بیشتر از این نیروها حفاظت شود. میدانم که کمبودهای در تجهیزات وجود دارد، اما کشورهای عضو ناتو در حال گفتگو هستند تا این نیازها را شناسایی کنند و آنها را فراهم نمایند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در افغانستان 40,000 زری پوش دارد. ارتش این کشور در تلاش است تا در هر 30 روز 1500 اراده از این زری پوش ها را همزمان با پایان مأموریت ناتو از افغانستان بیرون کند. پیش از این به علت بستن راه ترانزیتی از سوی پاکستان، ایالات متحده آمریکا بخشی از تجهیزات نیروهایش را از راه هوایی انتقال داده است. اما بیرون کردن تجهیزاتی که به گفته مقام‌های نظامی این کشور بهای آن به 28 میلیارد دلار میرسد، چالش جدی برای این کشور است. پیش از این مقام‌های امنیتی افغانستان از واشنگتن خواستند تا تجهیزات نیروهایش را پس از خروج این نیروها به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار نماید. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از نیروهای خارجی در افغانستان می‌خواهد تا در عملیاتشان از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. رئیس جمهور کرزی فرمانده کل نیروهای خارجی را در پیوند به کشته شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در ولایت کنر دیروز فراخواند. آقای کرزی میگوید که تکرار تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای خارجی دیگر پذیرفتنی نیست. از سوی هم به گفته آیساف تا اکنون شواهدی از کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات وجود ندارد و بررسی ها در این باره آغاز شده است. فریده سوما گزارش می‌دهد. کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان از چند سال به این سو جنجال‌های را میان نیروهای خارجی و حکومت افغانستان به وجود آورده است. رئیس جمهور کرزی بارها این نیروها را به بی‌توجهی در جلوگیری از تلفات غیر نظامیان متهم ساخته است. آقای کرزی دیروز جوزف دانفورد فرمانده کل نیروهای خارجی را در پیوند به کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کنر فراخواند و از او خواست تا همچون رویدادها بار دیگر تکرار نشود. در همین حال سخنگوی آیساف در کابل میگوید که این عملیات به گونه مشترک از سوی نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی شیگل ولایت کنر راه اندازی شده بود و تحقیقات درباره کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات آغاز شده است. تحقیقات در این باره جریان دارد و این پیش از وقت است که من شواهدی را که تاکنون به دست نیاورده ایم را تایید کنم. آیساف و جنرال دانفورد هر ادعای تلفات ملکی را جدی می‌گیرد و جنرال دانفورد نسبت به بررسی رویدادهای کشته شدن غیر نظامیان متعهد است. ما روندهای روشنی برای بررسی این گونه رویدادها داریم.
ما در سال گذشته در پیوند به کاهش تلفات غیر نظامی به وسیله آیسف موفقیت هایی داشتیم. ما تلفات غیر نظامیان را در مقایسه با سال 2011 نزدیک به 50% کاهش دادیم. رهبران و سربازان ما درباره مسئولیت خود میدانند و به گونه مسئولانه کار میکنند. همزمان با این مسئولان پلیس کنر میگویند که هیئت فرستاده حکومت از کابل این رویداد را بررسی کرده و تا اکنون نتیجه آن روشن نیست. و در رابطه با اینکه باقی کوردینه شده در تفاهم با نیروهای امنیتی موضوع شدگی 4 نفر از کماندانای ارشد طالبان در این عملیات کشته شده که اینا بسیار تساهم مزیر بودن. تعداد تلفات دقیقا در حدود 10 نفر از بین رفته و 4 نفر از طالبان از بین رفته، 4 نفر هم زخمی است. هرچند رئیس جمهور کرزی بارها در زمینه کشته شدن غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی واکنش تند نشان داده است، اما گزارش ها نشان می دهند که هنوز هم افراد ملکی در عملیات این نیروها تلف می شوند. قرارداد حوزه نفتی افغان تاجیک تا 1 ماه دیگر از سوی شورای وزیران تصویب خواهد شد. وزیر معادن میگوید که این قرارداد شامل چگونگی استخراج و اکتشاف از 2 بخش حوزه نفتی افغان تاجیک می شود که همکنون گفتگوها بر سر آن جریان دارد. برنده حوزه نفتی افغان تاجیک کنسرسیوم مربوط به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و کویت شناخته شده است. تمیم شهیر گزارش می دهد. افغانستان دارای 6 حوزه بزرگ نفتی می باشد. آمودریا، افغان تاجیک، کشکک، کتواس، هلمند و هرات از حوزه‌های بزرگ نفت کشور به شمار می روند که از این میان تاکنون تنها حوزه نفتی آمودریا به بهره برداری سپرده شده است. تلاش‌ها برای بهره برداری حوزه نفتی افغان تاجیک اکنون جریان دارد. این قرارداد شامل اکتشاف و همچنان استخراج است و پیش بینی ما است که در 2 بلاک دی مرحله معلومات ابتدایی که وجود دارد در حدود 700 میلیون بشکه تیل است. شرکت ملی پترولیم ترکیه، شرکت درگان آیل امارات و شرکت کویت انرژی کنسرسیومی را ایجاد کردند و توانستند برنده حوزه نفتی افغان تاجیک شوند. بر بنیاد بررسی‌های ابتدایی وزارت معادن تنها در 2 بلاک این حوزه 700 میلیون بشکه نفت وجود دارد. به گفته این وزارت تا ماه سور امسال قرارداد چگونگی استخراج و اکتشاف این حوزه از سوی شورای وزیران تصویب خواهد شد. مذاکرات قرارداد ما جریان داره. احتمال داره که مذاکرات قرارداد در ظرف 4 تا 6 هفته آینده توسط حقوقدانای هر دو طرف نهایی شود و ان شاء الله در ماه ثور از طرف کابینه افغانستان منظور میشه. 20 شرکت جهانی برای استخراج حوزه نفتی افغان تاجیک علاقه‌مند بودند، اما 4 شرکت توانستند برنده 2 بلاک این حوزه شوند. حوزه نفتی افغان تاجیک در ولایت‌های کندوز، بغلان و تخار موقعیت دارد که با استخراج نفت از این حوزه اقتصاد این ولایت‌ها رشد خواهد کرد. تاکنون ارزش مجموعی این حوزه نفتی به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. در نتیجه برخورد یک شهاب سنگ آسمانی بر مرکز شهر مسکو در روسیه بیش از 500 نفر زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند که چندین موتر و برخی از منازل نیز در نتیجه برخورد مواد آتشین این شهاب سنگ تخریب شدند. و گفته این شاهدان برخورد شهاب سنگ به زمین مانند یک انفجار نیرومند بوده است. مقام‌های صحی در مسکو میگویند که 400 تن در این رویداد زخم سطحی برداشتند و وضعیت صحی آنها خوب است. نمایشگاه‌های آثار تاریخی گنجینه باختر در شمار از کشورها از سال 2006 تا اکنون بیش از 150 میلیون افغانی درآمد داشته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این آثار تا اکنون در 10 کشور جهان به نمایش گذاشته شده است و برخی از کشورهای دیگر هم درخواست به نمایش گذاشتن آن را کردند. معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلویزیون 1 میگوید که به نمایش گذاشتن آثار تاریخی افغانستان در موزیم‌های جهانی از یک طرف فرهنگ، تمدن و قدمت تاریخی افغانستان را به جهان معرفی می‌کند و از سوی هم درآمدی را نیز به خزانه کشور می‌آورد. به گفته آقای خلیلی، آثار گنجینه باختر ظرف 6 سال گذشته در کشورهای ایتالیا، هلند، امریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، سوئیدن، نروژ و استرالیا به اساس توافقنامه‌های جداگانه به نمایش گذاشته شده است. در 9 کشور تا حال این آثار به نمایش گذاشته شده و فعلا در کشور دهم که عبارت از کشور استرالیا هست، این آثار در موزیم ملبورن کشور استرالیا به نمایش گذاشته میشه و 4 موزیم دیگه در کشور استرالیا متقاضی هستند که یکی بعد پی دیگه در تمام موزیم ها به اساس موافقتنامه های جداگانه آثار گنجینه باختر به نمایش گذاشته خواهد شد.
مقام ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که این نمایشگاه ها در سطح جهان با استقبال گرم روبرو شده و در هر کشور اضافه از 200,000 بیننده را به خود جلب کرده که این روند در کشورهای دیگر نیز ادامه خواهد داشت. ما تقریبا با کشور ژاپن به توافق رسیدیم که بعد از استرالیا آثار به کشور ژاپن بره و در اونجا به نمایش گذاشته شود و یک خوبی که نمایش آثار در کشور ژاپن داره ای است که اونا به شکل رسمی به شکل غیر رسمی در ملاقات هایی که ما داشتیم و وعده سپردن که یک مقدار آثار باستانی افغانستان متعلق به دوره های مختلف مشخصا دوره بودیسم که در ژاپن هست اونا در عین زمان به نمایش گذاشته میشن و بر خط نمایش تمامی آثار برای موزیم ملی افغانستان اونا اهدا میکنن. در سال 1978 باستانشناسان شوروی سابق برای نخستین بار گورستانی را در نزدیکی شهر شبرغان کشف کردند که اکنون به نام طلا تپه یاد می شود و بیشترین گنجینه باختر از اینجا به دست آمده است. قدمت تاریخی گنجینه باختر به بیش از 2000 سال و به دوره کوشانی ها برمیگردد که شامل 20600 اثر گرانبها مانند تاج‌های طلایی، خنجر، کفش، سکه ها، گردنبندهای تزیین شده با سنگ‌های گرانبها، کمربندها و مدال‌ها می باشد. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران میگوید که افغانستان هنوز هم خطرناکترین کشور برای خبرنگاران به شمار می رود. این کمیته با پخش گزارش تازه افغانستان را در میان 12 کشوری که خبرنگاران در آن تهدید می شوند در رده 7 قرار داده است. بر بنیاد گزارش این نهاد در سال 2012 میلادی 700 خبرنگار در افغانستان وظیفه‌شان را از دست دادند. اما نهاد نه یا حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان این گزارش را نادرست می داند. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. خداوند نگهدارتان.